خب سلام دوستان، خسته نباشید. این یه یخچال آزمایشگاهیه. اینجا آزمایشگاه مرکزی خراسان شمالیه. عرضم بزرگتون که این یخچاله، یعنی دمای بالای صفره، ولی متاسفانه یعنی فریزر عمل میکنه و من اومدم دیدم که دائم به کاره، یعنی دائما موتورش روشن بود. حالا ما اومدیم بازدید کردیم، فهمیدیم که یعنی اومده زیر صفر، به جایی که بالای صفر کار کنه اومده زیر صفر، یعنی وسایل توش منجمد شده. این ایرادا بیشتر باعث میشه که وقتی برد به درستی عملیات رو انجام نده، موتور به صورت یک سره کار میکنه و سرمایه بیش از حد میده و تمام مواد داخلش رو فریز میکنه و موتورم دائم به کار میشه. حالا ما باید بردش رو باز کنیم. قسمت اول اینجا قسمت های رله رو چک کنیم، ببینیم رله نچسبونده باشه. بعد قسمت های خازن منبع تغذیه رو چک کنیم و بعد سنسورها رو هم چک کنیم، ببینیم مشکل از سنسوره یا مشکل از برده. با تشکر. مهندس حضرتی، خراسان شمالی، بوجنور. شماره تماس 0915 641 67 55.